استودی عزیز پیش از همه خوش آمدید. میگویند از دیدارتون شاد هستیم. سخن از قلب است. مردم تاجیکی ما پیش از همه گویند سلام، ما نیز با احترام اول بگوییم السلام. با شما سلامتی خواهان هستیم و با تماشابینانی که وقت خود را دریغ نداشته، بهترین نعمت وقت است. یکی از نعمت ها که وقتی خود را دریغ نمیدارند و نشسته ما را تماشا میکنند و سلامتی بر آنها. چون السلام علیکم که گفتیم سلامتی خواهان هستیم. خوش آمدید به برنامه ما. استاد دفعه قبل برنامه کردیم در باره 4 ضربه، یعنی که اگر در شکل کل گیریم تاریخی تاجیکان بود. اطراف شکست ها زیاد بود، اما 4 از آنهایی که مشهورتر بود، آشکارتر بود، عیانتر بود، اطراف آنها صحبت کردیم. بعدا نفران پسند آمد، بعدا نفران رد کردند، هست نفرانی که خفه هم شدند. البته چون گفتیم این کاری آنهاست، چون ما از تاریخ آگاه کردیم. سوال چنین است: همین قدر آمدن زدن، ضربه کردن، چه ها کردن، آیا یگان راهی پیشگیری بود در همین ضربه ها؟ آیا بود که پیشگیری که همون کارها را میکردیم نمیشد؟ البته شاید نفران فکر کنند بیان که اکنون هم هرچی که بود مان گذشت، یا گویند که تقدیر است دیگر، اما شخصا برای ما عجیب بود تا که دونیم خطاگی ها مانه من بعد برای اصلاح. چون خطاگی ها را روی می آریم به خاطر اصلاح. نگاه کنید، شوروی بود، عرب ها بودن، مغول ها. بید امین مغولش برای ما بسیار عجیب تر است. بله امکان داشت. برای چی؟ برای اینکه در روند سیاسی همون زمان در یک مدت کوتاه در منطقه‌ای که تاجیک‌ها زندگی می‌کردند، در خراسان و ماوراءالنهر و در ایران، 4 قدرت مسلمانی میانی هم نتوانستند به یک اتفاق رسند، نتوانستند بین هم سرزمین تقسیم کنند و در بین اینها در دوام 25 سال جنگ‌های شدید رخ داد. شما نگاه کنید، در یک وقت، در یک زمان، از یک جانب خوارزمشاهیان، از جانب دیگر قرهخانیان و از جانب دیگر غوریان. اینها همه تاجیک بودن، نه؟ بس اینها در سرزمین‌های تاجیک نشین حکومت می‌کردند. غوریان تاجیک بودند، قرهخانیان و خوارزمشاهیان ترک بودند، اما همشون یک عمومیت داشتن، اینا مسلمان بودند. و یک قدرت دیگر هم از سمت خطای آمده بود با نام کیدانها، یا که اینها را قرهخانی میگفتند. این 4 قدرت میان همدیگر در 25 سال اینقدر هم با همدیگر جنگیدن، با همدیگر زدن، تقریبا همشون ضعیف شدن در نتیجه جنگایی که کردن. سبب یکمی که آمدن مغول سرعت بخشید، یعنی 4 قدرت مسلمانی نتوانستن میان خود به اتفاق بیایند. البته 3 قدرت مسلمانی و یکیش کیدان ها، اینا مسلمان نبودن، اینا بت پرست بودن. انا کن در این بین یک قدرتی دیگر در اینجا سهم داشت، پنجم عباسیان. عباسیان هرچند حکومتشون حکومتی سیاسی نبود، اما نفوذ روحانی اینها همچون رهبری مسلمانان جهان در همه این منطقه ها تاثیر گذاشت. یعنی هم در خوارزم به نام اونها خطبه خوانده میشد، هم در فیروزکوه و در غزنین، یعنی در جایی که غوریان حکومت میکردن، هم در بخارا جایی که قرهخانیان حکومت میکردن. اما بدبختی مسلمانان آن بود که عباسیان یعنی به عنوان حاکمی مسلمانی به خاطر آن که نفوذ معنوی، نفوذ روحانی خودشون حفظ کنن، در بین این سلسله ها جنگ می انداختن. من مثالی مشخص بگویم، وقتی که خوارزمشاهیان پایتخت غوریان گرفتن،
هنگامی که اسناد و مدرک و دفترداری اونها رو غارت میکردن، به دست محمد خوارزمشاه نامه های خلیفه بغداد رسید که نامه های از خلیفه بغداد به سلطان غورین، یعنی یک مسلمان به مسلمان دیگه نامه نوشتن، میگفت که تو در مقابل خوارزمشاهی ها جنگ کن. یعنی تصور کنید اینا همشون خلیفه را همچون حاکم عمومی، همچون حاکم اعلی اعتراف میکردن، اما خلیفه میخواست که در میان اینها همیشه ضدیت باشد، اینا اتحاد نداشتن. چرا؟ به خاطر اینکه حکومت او آسان‌تر شود، اینها به همدیگر اتحاد نبندن و اون از تخت و از تاج محروم نکنن. این یک مصیبت مردم بود. مسئله دیگر که در خودی در میان مردم چی حادثه بود، مغول ها ارتباطی، یعنی مغول وقتی چنگیز خان علاقه در سال 1207 قدرت گرفت، این ارتباطی نزدیک برقرار کرد با تاجرای این منطقه، با تاجرا، چون در همین دور زمان ها بس حیث جاسوس از استفاده می بردن از تاجران، از سیاحان، از درویشان، از قلمدران. اینها در برابر اون که به کار خود گو مشغول بودن، بیشتر اینها برای این یا آن حکومت ها، برای این خصوص ها جاسوسی میکردن. چنگیز خان از وضع داخلی کشوری، یعنی کشوری مسلمان، برای چی کشوری تاجیک یا سرزمین تاجیک میگن؟ به خاطر اینکه خودی مغول ها این سرزمین، تمام این سرزمین از همین خطای تا خلیج فارس ولایت تاجیک یا سرزمین تاجیک میگفتن. و از وضع داخلی آگاه بودن، اما وضع داخلی چه خیلی بود؟ گذشته از اینکه بین حکومت های مسلمانی اتحاد نبود، اختلاف بود، در میان خودی مردم هم یک ضدیت های در چند سمت ضدیت و اختلاف بود. از جمله در همین وقت در بخارا یک خاندان یک خاندان روحانی ها در سر قدرت بود به نام صدرها. اینها یک خانواده بودند که در وظیفه های قاضی و مفتی اینها بودند و نفوذشون خیلی زیاد بود. و فقط نفوذ یعنی فقط قاضی و رئیس نبودن، یعنی قاضی و مفتی، حکومت سیاسی هم در دست اینها بود. مناسبت اینها با مردم خودشون آنچنان بد بود که اینها خودشون میگفتن ما صدر جهانیم، اما مردم اینها رو میگفتن اینا صدر جهنمند. چرا؟ چون رفتاری که اینها میکردن، مناسبتی که اینها با مردم خودشون میکردن، یک مناسبتی، یعنی مناسبتی مسلمان با مسلمان نبود. با مردم ستم روا میدیدن، یا که با بعضی حکومت های همون زمان همدست میشدن و در استثمار مردم، در تضییق و فشار مردم سهم میگذاشتن. نکته دیگر، یک بدبختی ما تاجیکا در عصر میانه، در زمانی همین در باری که در زمانی که در بارش گپ میزنیم، این بود که در یک دین و مردم هم که بودن در مذهب‌های مختلف، در مذهب‌های گوناگون بودن و بین خود بر سر همین مسئله های دویم درجه بس اصطلاح به سر و کله همدیگر میزدن. مثال در همین زمان در حدود آسیای مرکزی و ایران که مردمش خودشون تاجیک میگفتن، مردم یک قسم مردم حنفی بودن، سنی حنفی، یک قسم مردم دیگر سنی شافعی بودن، یک گروه دیگر شیعه بودن یا شیعه اسماعیلی بودن و در بین اینها همیشه ضدیت بود. یک دین، یک مذهب، یک دین، یک قبله، یک قرآن، یک پیغمبر، اما با هم دیگر اختلاف داشتن و نمونه های زیاد هم داره. مشکلی سیوم در همین زمان بر اثر همین دور شدن تاجیکان از امور سیاسی، جریان صوفیه یا اهل تصوف در این منطقه نفوذ پیدا کرد و حتی بین فرقه های تصوف هم یگانگی نبود. شما تصور کنید در مثالی مشخصی دو چهره بسیار بزرگ ما میتونیم همین ضدیت ببینیم. مولانا، پدری مولانا جلال الدین رومی که با نام سلطان العلماء مشهور بود و یک دانشمند بسیار معروف بود که خطیب بود در شهر بلخ، و شخصیت بزرگی دیگر جهان اسلام امام فخر رازی
این هم شخصیت بسیار معروف، هر دوشون هم اهل سنت، یعنی گویا که سنی مذهب بودن. لیکن در بین اینها اختلاف بود. اگر شما مثنوی معنوی رو بخونید، پسری همین سلطان العلماء مولانا جلال الدین رومی در چند جای دیوان خود با فخر رازی با کنایه گپ میزند. در یک جا میگوید که اندرین بحث گر خیرت رهبین بودی، فخر رازی رازدان دین بودی. ما باید فراموش نکنیم فخر رازی بعد از غزالی بزرگترین دانشمند جهان اسلام است. صاحب تفسیری بسیار معروفی که به نام تفسیر کبیر، صاحب 10 اثر دیگر. اما در بین دو دانشمندی که مردم باید از پس اینها روند، در بین اینها ضدیت بود. حتی این ضدیت فقط با همین اختلاف کلامی و اختلاف وضعگویی جنبست نمیشد. اینا هر دوشون با حکومت ها، یعنی امام فخر رازی با محمد خوارزمشاه رابطی نزدیک داشت و این رابطی نزدیک سبب شد که پدری مولانا جلال الدین رومی در زمانی که جلال الدین رومی بسیار خردسال بود، 6 یا 10 ساله بود، از بین مردم بلخ هجرت کرده برآمده رفت. این هم نشانه دیگری است که در میان مردم یعنی یگانگی و اتفاق نبود. تا همین روز من فکر میکردم که چرا خیلی بودند سبب های فشار و این و آن، بسیار بزرگان رفتند، اما مس پدر مولانا جلال الدین رومی بلخی چرا ترک کرد؟ سببش رو خودی حضور امین فهمیده مشکل شد. بینید بعضی ها میگویند که گویا که از حمله مغول، بینید پدر مولانا از هجوم مغول ها تقریبا 1 سال 2 سال نه 18 سال قبل از اینکه این هجوم سر شود، اینها چند سال پیش هجرت کردند. بعضی ها میگویند که از نه، چون که هجوم مغول ها هرچند در سرزمین مغول دولت تأسیس یافته بود و پرقوت میشد، اما بر اثر یک تصادفی که در سرحد شد اینها هجوم کردند. اما پدر مولانا بروقتر از این هجرت کرد و اکثری مورخان بر این باورند که سببش همین ضدیت بود. و اگر آثاری که در باره مولانا هست اگر ببینید، حتی در یکی از کتاب ها حتی گفته می شود که او از مردمی شهر خودش، از مردمی بلخ هم ناراضی، مردمی بلخ هم او را رنجاندند و در اون با شعر است میگه که اینا به خلاصه رسیدن که باید از میان مردم برآمده روند، جای دیگر انتخاب کنند. نگاه کنید، در مسئله سیاسی اتحاد نیست، در مسئله دینی اتحاد نیست، در بین خودی اهل تصوف اتحاد نیست. و برمیگردیم به سری خانواده هایی که حکومت میکردن. در داخل خاندان خوارزمشاهیان میان سلطان محمد خوارزمشاه و مادرش ترکان خاتون اختلاف بود. مادر با پسر اختلاف دارن. آوازه اختلاف اینها به گوش چنگیز هم رسیده بود. اگر شما با حادثه‌های بدتر بینید، وقتی چنگیز آمد محمد خوارزمشاه فرار کرد، اون از جمله غنیمت‌هایی که به دست آورد مادری همین بود، چون میدونست این در کارهای دولتی، در امور دولتی دخالت میکند و بسیار کارها. حتی یک حادثه شده بود پیش از آمدن این، در بین همون اهل تصوف گفتیم یعنی صوفی‌ها اختلاف بود، به خاطر آنکه بدگویی کردن سلطان محمد خوارزمشاه دستور داد یکی از شخصیت‌های بسیار معروف شیخ مجد الدین بغدادی را در دریا غرق کردن، چون همه خیلی آوازه شد که گویا این با مادری محمد خوارزمشاه رابطه داشته باشد. شیخ اهل تصوف را شما تصور کنید، این در وقتی این کشتن، این شیخ معروف کشتن، در میان اهالی بسیار اعتراض، بسیار ناراضگی شد و اعتقاد مردم از خودی سلطان محمد خوارزمشاه اعتقادشون کم شد، چون که اینها در بین مردم نفوذ داشتن و این تأثیر رساند بر روحیه مردم. خلاصه کلام، نه در حکومت سیاسی، نه در میان مردم، نه در میان دانشمندان اتحاد نبود. یعنی چیزی که میشد این هجوم پیشگیری کردن، چون که آن طوری که گفته میشد لشکر مغول ها شکست ناپذیر نبود. تصور کنید
سلطان جلال الدین پسر محمد خوارزمشاه در 2-3 محاربه اینا را تو شکست داد، با لشکری کوچک اینا رو شکست داد، از جمله در حدود پروان. یعنی اصلا افسانه شکست ناپذیری اونها رو رد کرد. لیکن از بس که روحیه مردم بسیار ضعیف بود، بعد یک چیز نکته دیگر، بعض شخصیت ها پیش از اینکه مغول ها به شهر بیان آمده در بین مردم آوازه پهن میکردن که مقابلت یا که مقاومت در مقابل مغول ها بیفایده است، اینا خواهید نخواهید پیروز میشوند. ببینید چقدر مردم شکست میدادن پیش یعنی از نگاه روانی مردم میترساندن، در حالی که شما میدونیم که بسیار نبردها رو تعداد لشکر، نفوذ لشکر حل نمیکنن. 200 مرد جنگی به 800,000. یعنی اینقدر این روحیه یأس و ناامیدی قوی بود و سخت تأثیر گذاشته بود که بعضی شهرها تسلیم میشدن. اما ما میبینیم که وقتی که شهرها تسلیم میشدن، مغول‌ها اصلا به شهرهای تسلیم شده رحم نمیکردن، از دم تیغ میگذراندن، غارت میکردن. یعنی این 4 عامل، یعنی نبودن یگانگی در بین خاندان‌های حکومتگری این زمان، اختلاف در داخل خودی دولت‌ها، یعنی خاندان‌های حکومتگر. خب سیوم نبودن اعتقاد یگانه. شما تصور کنید، یک مثال برای شما میگویم، شاید قبلا هم گفته باشیم، وقتی که شهر مرو، مهمترین شهر خراسان مغول‌ها در محاصره داشتن، جوینی که مورخ مغول‌ها است و اولین و کتابی از همه معتبر درباره اصطلاح مغول نوشته است، میگه که وقتی که مغول‌ها در فکر اون بودند که چخیل ما به شهر رخ نکنیم، در درون شهر پیروان امام ابو حنیفه و امام شافعی برای مناره، بله، برای اینکه مناری که بلند میشد به هم دیگر جنگ زیرا گویم اگر شیفیری تو بالاتر، شیفیری من پستر، یعنی 2 گروه برای اون بحث میکردن که یک چیزی که اصلا هیچ اهمیت نداره در از نگاه دینی هم از نگاه اخلاقی هم. و همین نبودن اختلاف، نبودن یگانگی و بسیار گسترده بودن و بسیار دامنه‌دار بودن اختلاف در بین خاندان حکومتگر و در بین طبقه علما، مردم میدونید یک هرچند بسیار کمی دغل می نماید، اما بیشتری سیاستمداران مردم به توده، مردم رو توده را میگویند. یعنی مردمی که از پس لیدرهای خود باید همیشه رود، چون مردم اگر راهبر و مردم اگر لیدر نداشته باشند، مردم اگر یک کسی نباشد که به یک سو هدایت کند، مردم بی صاحب میمانند. در همون زمان نه از رهبران مذهبی، نه از رهبران سیاسی، نه از رهبران اهل تصوف، به استثنای 1-2 نفر، از جمله مثال شیخ نجم الدین کبرا که در خوارزم، نه نجم الدین کبرا بسیار شخصیت معروف بود، اینقدر معروف بود که مغول ها به او احترام قائل بودند. اینها همین عامل ها دست به دست هم دادن. درست اصطلاح مغول ها بسیار از نگاه لشکر و از نگاه انتظام اینها بسیار قوی بودن، اما در اون زمان اگر یک شخصیت مثل یعقوب لیث، یک شخصیت مثل اسماعیل سامانی یا محمود غزنوی که اینا در یک زمان یعنی حکومتشون بیرون از این حدود ماوراءالنهر و خراسان رفته بود تا ایران و مثال محمود غزنوی تا هندوستان تصرف کرده بود و یک دیشی بسیار مستحکم بود برای نگه داشتن این منطقه از هجوم‌های بیرونی. این گونه افراد، این گونه شخصیت ها نبودند. نگاه کنید استاد، شما اشاره به عباسیان کردید. عباسیان چه رابطه دارد؟ و عموما راستی گپ شاید نمیدونم، دیگرها دونن، شخصا من نمیدونم عباسیان کی است. در همین زمان از عصر، شما میدونید که از عصر 7 که اسلام جاری شد و اسلام اول عربا هجوم کردن و تمام سرزمین هایی که ضبط میکردن از جمله سرزمین تاجیکان، اینها در
ترکیب یک خلافت، یک حکومت که نامش میگفتن خلافت. بعد این خلافت اول 4 خلفای راشدین، بعد از اونها امویان آمدن. امویان یکی از اولادای عرب بودن که اینا رو بنی امیه هم میگوین. در داخل خود عرب ها ضدیت شد و در نتیجه یک جنگ بسیار شدید اولادی که یعنی سلاله که حکومت میکرد از امویان گذشت به عباسیان. اینا عباسیان از نام عباس عمکی پیغمبر بود. عمکی پیغمبر بود، یعنی که عباس فرزند عبدالمطلب بود. جنگاور بود یا که یک شخصی عرفانی؟ عباس خودش عمکی پیغمبر بود، خیلی دیر مون به اسلام، دیر اسلام آورد و بعد اون که در بین عرب ها برای خاطر خلافت ضدیت شد و امویان که خلافت غصب کرده بودن، وقتی که عرب ها یک جایه شدن، عرب ها و تاجیک ها همه یک جایه، امویان از قدرت دور کردن، گفتن که با خاندانی باید با حکومت بیاریم به خلافت که با پیغمبر خش باشن. چند خانواده بود که با پیغمبر خش بودن، از جمله اینجا علویان بودن و عباسیان بودن از همه نزدیک. خلافت رسید به عباسیان 500 سال، از سال 750 تا آمدن مغول ها تمامی کشورهای مسلمانی اطاعت میکرد به عباسیان. اول حکومتشون حکومت نظامی، حکومت سیاسی بود، بعد تدریجا رفته وقتی که ضعیف شدن بعضی این منطقه ها از اینها جدا شدن. یعنی اینها حکومت ها از جمله در زمان سامانیان، در زمان غزنویان، در زمان سلجوقیان حکومت در دست مردمی محلی بود، اما در منبر مسجد و در سکه ها، یعنی در پول، حتما نام خلیفه را ثبت میکردن و در نماز جمعه باید نام خلیفه گرفته میشد. یعنی منطقه خراسان و ماورالنهر، منطقه سرزمین تاجیکا، از نگاه سیاسی تابع بود به بغداد و در بغداد حکومت میکرد خلیفه عباسی. اما خلیفه های عباسی هرچند خودشون خلیفه میگفتن ما رهبری مسلمانان رحمتی همین مسلمانان عالمیم، اما رفتارشون، اعمالشون با اسلام، با اساسهای اسلام خیلی مخالفت داشت. یعنی یک خاندانی بودند که با نام اسلام اما در اصل یک خاندانی بسیار فاسد، یک خاندانی بسیار عیش و عشرت پرست بودند و برای بهبودی زندگی مردم اصلا هیچ کار هم نکردند. یعنی یک خلافتی هستن که در اگر ما مقایسه کنیم، حتی امویان، یعنی اینا هم خلیفه بودن، و عباسیان مقایسه کنیم، از بین امویان یک خلیفه بسیار معروف با نام عمر ابن عبدالعزیز که شما حتما در حکایه ها و در تاریخ ها نامش شنیدید هست، که بسیار شخصیتی معروف بود. خلاصه عباسیان به خاطر اینکه حکومت خودشان نگه دارند، در دوام زیاده از 500 سالی حکومت خود اینها دست به بسیار جنایت ها زدند. شما نگاه کنید، خاندان تاجیکی برمکیان که برای آنکه حکومت عباسیان نظم و نظام بخشند اینقدر خدمت کردند، آخر اینها رو آمده با یک بهانه بسیار که به افسانه مانند شده است تمام اعضای این خانواده رو به خطر رساندند. اینا عباسیان شخصیتی مثل ابو حنیفه که امام اعظم است به زندان افکندند و ابو حنیفه در زندان عباسیان از دنیا گذشت. ابو حنیفه خودمان، بله، امام اعظم. عباسیان با بسیار تقریبا اکثر وزیرهاشون به همین سرنوشت دچار میکردن. عباسیان بین سلاله های تاجیکی، طاهریان و صفاریان، بین صفاریان و سامانیان
جنگ انداختند. عباسیان غزنویان در مقابل سامانیان شوراندند. عباسیان وقتش آمد سلجوقیان بر مقابل غزنویان تحریک کردند و خوارزم در مقابل سلجوقیان و غوریان در مقابل خود. یعنی تمام سلاله هایی که حکومت کردند هیچ کدامشان از مکر و دسیسه و اغوای عباسیان آزاد نبودند. و آخران از همه جنایتی که درباره این حتی مورخان تعجب کردند، به خاطر آن که سلطان محمد خوارزمشاه خلیفه های عباسی را اعتراف نکرد و آنها را دیگه در خطبه نماز جمعه نامشان نگرفت و آمد در همین شهر ترمیز، در شهر ترمیزی آسیای میانه که امروز در حدود جمهوری ازبکستان است، یک نفر یک خانواده بسیار معروفی سیدها بودند، از همین خانواده یک نفر گرفت، خطبه رو به نام همون خواند و دیگه خلیفه بغداد اصلا قبول نکرد عباسیان. عباسیان برای اون که از محمد خوارزمشاه خلاص شدن، میدونید چیکار کردن؟ به چنگیزخان مکتوب کردن، به چنگیزخانی که مسلمان نبود، گفتن ما از تو دعوت میکنیم بیا خوارزم گیر. و چنگیزخان در این حرکتش همین نامه باز تاثیر رساند. عباسیان این گونه یک سلاله نابکار بودن و باز متاسفانه در همون زمان هم افراد بودن از میان مردم ما که به عباسیان اصلا باور داشتن. چرا باور داشتن؟ به خاطر اینکه فکر میکردن که واقعا هم جامعه خلافت به تن همینا خدا پوشانده است. یعنی باور میکردن که اینها واقعا جانشینی پیغمبرند، واقعا هر چیزی که اینها میگن باید همون بشود. میدونید این حرف از دین استفاده بردن، دقیقاً از دین سوء استفاده میکردن و ما باید اینو به خاطر چی میگویم؟ به خاطر آن میگویم که در همین دور و زمان هستن نفرانی که از دین میخوان سوء استفاده کنن. یعنی با توسط شعار دینی شما حتی ببینید، نه اینکه نه فقط در حکومت های همون دوره زمان، حتی جنبش ها شورش هایی که میشد، همیشه وقتی پیشوای شورش میخواستن مردم در مقابل این یا اون حکومت برخیزانن، از دین استفاده میکردن، یعنی با شعارهای دینی. یعنی این درسی تاریخ برای ما چی میدهد؟ یعنی داشتن بصیرت، داشتن آگاهی. مردم باید آگاه باشند، مردم باید دانند، مردم باید آیین خدا، دین خدا و سیاست روز بشناسند. متاسفانه بسیاری از کامنتاری ها می نویسند وقتی در اطراف تاریخ گپ میزنیم، بعد میگن که همین گذشته ها رو مونه تا کی به هم گذشته ها تعریف و تصنیف میکنید؟ گیرید حوزیره را بینید، یعنی فهمیدید؟ بله. از یک جهت در بعضن جاها درست است این سخن، اما ما از اطرافی که وقتی که تاریخ زنده میکنیم خودآگاهی هستیم، همین ما از همین چیز بسیار می نویسم. میگن که همین کی بودیم مونه که حوزیرش بینید گفته این گونه. بینید کسی که مهندس است، یعنی انجینیر است، کسی که راهساز است، کسی که با دیگه کاری که میکند که در روزگار امروزی ما امروز اگر هم خیلی نگاه کنین، هم ما برای امروز زحمت میکشیم. کسی در دانشگاه درس میدهد، کسی در تلویزیون کار میکند، دکتر در بیمارستان، مهندس در ساختمان، راهساز در همه برای امروز زندگی میکنیم و امروز آباد میکنیم. لیکن تاریخ از 2000 سال بیشتر این جانب در تمامی کشورهای دنیا، در بین تمام ملل و اقوام دنیا آموخته می شود و ما از بیان تاریخ کافتن چنگ و خاک گذشته نیست. ذکر تاریخ به خاطر عبرت است. چرا؟ به خاطر آنکه همین تاریخ همیشه تکرار می شود در شکل‌های گوناگون، در زمان‌های گوناگون، اما درس‌های تاریخ، پندهای تاریخ، سبق‌های تاریخ همیشه مفیدند. چرا؟ به خاطر آنکه یک حادثه در یک زمان رخ می‌دهد، در زمانی دیگر با شکل دیگر همون حادثه تکرار می‌شود. دانستن تجربه گذشتگان و سابقه تاریخی اندیشه آدم، بصیرت آدم بیشتر می‌کند. یعنی حتما شما دلخواه حادثه امروز شما بگویید در حادثه‌های جهان و تاجیکستان، ما حتما نمونهش میتونیم از تاریخ پیدا کنیم. خوبی این کار چی است؟
یعنی انسان بصیرت پیدا میکنه، یعنی آگاه میشد، میگوید که همین حادثه در تاریخ بود، باید چگونه رفتار کرد. این به خاطر وقتی که ما درباره گذشته میگوییم معنی آن نیست که ما درباره گذشته بگوییم مردم رو خواب کنیم. برعکس تاریخ درسی بیداریه. ما وقتی گپ میزنیم درباره تاریخ ذکر میکنیم، چرا اینقدر خرج‌های زیاد میشه که تاریخ مینویسن؟ تمام سلسله های پیشتر هم پادشاهی پیشتر هم تلاش میکردن که در زمان خودشون تاریخ نویسن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نسل‌های آینده اونها رو بشناسن و از سرنوشتی گذشته اونها عبرت گیرن. به خاطر عبرت است. به خاطر بار دیگه میگم تاریخ به خاطر فخر فروشی و فضل فروشی و نمیگم که تاریخ این است بعد گویم که ملت ما از ملت دیگه بالا هست یا نه. این به خاطر فخر. اگر تاریخ به همین منوال اگر تفسیر شود، تاریخ به بیراه رفته است. ما تاریخ ذکر میکنیم، تکرار میکنیم برای آنکه حادثه هایی که در گذشته بود نمونه همون به مانند همون در زمان ما هم تکرار می شود. این فقط بصیرت آدم. بعد میدونید وقتی شما سرنوشت قوم ها و سرنوشت انسان های زیاد شما مرور میکنید، گویا شما چند بار زندگی کردید، یعنی تجربی چند نسل، تجربی چند دولت و چند قرن بعد گذشته از همین. امروز مسئله خودآگاهی برای همین است. تشکر. سوال دیگری هم بود که راستی برای من هم عجیب بود. کم و بیش میدونستیم اما باز خواستیم که از شما بسیارتر. وقتی که صحبت اطراف شوروی رفت ما هم تعریف ها کردیم و هم طرح بود و هم جمع بود. هر چی که بود از تاریخ بود. بسیاری کامنتاری چنین بود: اگر شوروی نمی بود ما از افغانستان بهتر می شدیم. اگر شوروی نمی بود همه ما چوپان می شدیم. اگر شوروی نمی بود ما تاجیک نبودیم. اگر شوروی نمی بود دیگر ادامه داشت. من همچون تاجیک از تقسیمات سال 1924 که حقوقهای ما بیرحمانه پایمال شد. اما یک نکته دیگر من باید بگویم برای شما. ما در برابر آن که حکومت شوروی به ما جور کرد در سال 1924 یک نکته هم باید بگوییم. اینا من به خاطر آن میگم که ما آگاه باشیم، بیدار باشیم، باید به منافع ملی خیانت نکنیم. ما در همون زمان قسم زیادی نفرایی که در همین تقسیمات این منطقه سهم گذاشتن از میان خودی ما برخواسته بودند. بعضی نفرایی که تاجیک بودن خودشون تاجیک نمیگفتن. در همین تقسیمات سال 2024 بسیاری تاجیک‌ها منافع ملی ما رو فروختن، خیانت کردن.